مصر باستان 5000 سال پیش. تقاضای جامعه برای توسل به قدرتی فرابشری موقعیتی را فراهم کرده تا عده‌ای فرصت طلب با ساخت اماکنی دارای کاربری عبادتگاه در محلی که ویژه گفتگو با نیروهای فرابشری است، آدمها را جمع کرده و در آن خدا عرضه کنند تا از منافع مادی حاصل نفع ببرند. کاهنان نیازی نیست مانند دیگر افراد برای امرار معاش به کارهای سخت روی آورند. آنها به واسطه ارتباط با خدایان دارای امتیازات ویژه‌ای هستند. پس از همین راه امرار معاش می‌کنند. راه ارتباط با خدایان این گونه برای افراد باز شده و در حقیقت به خداجویان خدا فروخته می‌شود. 5000 سال بعد، اواخر قرن 13 هجری خورشیدی، سرزمینی به نام ایران. هزاران سال از پیدایش پیشه خدافروشی در زمین می‌گذرد و تقریباً در تمام سیاره افرادی از این راه امرار معاش می‌کنند. در ایران نیز افرادی عمدتاً از طبقه تهیدست با انجام کارهایی چون دعا، نوحه خوانی یا روزه خوانی بر سر قبور، اشک آدم‌ها را درآورده و آنها را به اصطلاح با خدا ارتباط می‌دهند. دستمزد این اتصال لقمه نانی است که برای ادامه زندگی به خانه می‌برند. مردم آنها را آخوند یا ملا می‌نامند. این افراد تمایلی به کارهای سخت در زندگی نداشته و با ایجاد اتصال میان ساکنان جامعه و موجودی فرابشری که قابل دیدن نیست و آن را خدا می‌نامند، امرار معاش می‌کنند. محل اصلی کسب آخوند قبر آدم‌ها و اماکنی چون مسجد و یا قبر امام و امامزاده است. قبرهایی که ادعا می‌کنند مقدس هستند. اماکنی که به گفته آخوندها فرایند اتصال به خدا در آنجا بهتر صورت می‌گیرد. اگرچه ساکنان جامعه کمابیش این متاع نامرئی را از آخوند خریداری می‌کنند، اما پادزهر پیشه خدافروشی گسترش سواد و آگاهی در جامعه است. اصول نخستین این پیشه ابتدا تحمیق جامعه و سپس تقلید از آخوندهاست. از این رو دو ضربه مهلک به این پیشه سودآور در جامعه وارد می‌گردد. ضربه نخست پیروزی نهضت مشروطه ایران در مرداد 1285 است که راه را برای جامعه‌ای مترقی، قانونمند و بی‌نیاز به تقلید از مقلدان خدافروش باز می‌کند. و ضربه دوم در آذر 1304 زمانی روی می‌دهد که رضاخان میرپنج به عنوان پادشاه ایران در رأس امور کشور قرار گرفته و کسب و کار خدافروشان را با تهدید جدی مواجه می‌کند. رضا شاه بنیانگذار سلسله پهلوی با تأسیس نهادهای مدرن چهره کشور را دگرگون می‌کند. گسترش سواد از یک سو و از سوی دیگر فشار مستقیم بر خدافروشان با هدف جلوگیری از تحمیق مردم، دورنمایی تاریک برای پیشه خدافروشی رقم می‌زند. آخوندها که تا پیش از این نیز اغلب افراد متمولی نبودند، اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض انقراض حتمی قرار می‌گیرند. حتی عموم جامعه آنان را به روزخوان‌هایی که 10 شاهی سنار کاسبی می‌کنند می‌شناسند. در دهه‌های بعد میوه نهادهای مدرنی که سلسله پهلوی آنها را بنیان گذاشت رفته رفته به ثمر می‌نشیند و نه تنها جامعه ایران بلکه اقتصاد کشور نیز در میان ممالک پیشرفته جهان به شکوفایی کم نظیری می‌رسد. اما همچنان خطر در کمین است و عقاید فرقه خدافروش به طور سنتی در خانواده‌های ایرانی نفوذ نمیده. بخش زیادی از جامعه همچنان از اماکنی چون امامزاده‌ها و یا مساجد به عنوان محلی برای اتصال به خدا استفاده می‌کنند و آخوندها هم واسطه این اتصال ملکوتی. این گرایش اجتماعی فرصتی طلایی فراهم می‌کند برای سوء استفاده کشورهایی که سالها با حسرت چشم به منابع عظیم ثروت ایران داشتند. با حمایت از فرقه خدافروشان روزخوان جامعه ایران را منقلب می‌کنند. التهاب پدید آمده سرانجام در بهمن 1357 منجر به حادثه‌ای ناگوار می‌گردد
که حتی سرنوشت نسل‌های آینده را هم تغییر می‌دهد. فرقه خدافروشان روزخوان که خود را اسلامگرا می‌نامند، با نیرنگ به آرزوی دیرینه خود که تسلط بر یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری در زمین است می‌رسند. ولی اسلامگرایان همچنان دارای یک ضعف بزرگ تاریخی هستند. آنان هیچگاه سواد کافی نداشته و ندارند. پس چاره چنان است که تا حال می‌کردند: ادامه تحمیق جامعه، چرا که جامعه آگاه چشم بسته به دنبال کاهنان خدافروش و مفتخور نخواهد رفت. علاوه بر پالایش اجتماعی از راه تبلیغ سیستماتیک باورهای مضر اسلامگرایانه، روش‌های دیگری هم لازم است تا ذهن‌های بیشتری در جامعه ناآگاه بمانند. یکی از مهمترین روش‌ها ازدیاد اماکنی بود که در قالب قبرهای مقدس کمک مؤثری می‌کردند تا حتی در نقاط دور افتاده و کوره راه‌ها ذهن افراد کم‌آگاه آلوده شده تا به مریدان چشم بسته خدافروشان تبدیل شوند. تنها در زمانی کوتاه تعداد قبرهای منتسب به امامزادگان رشدی تصاعدی پیدا کرده و چندین برابر می‌شود. این قبرها به طور مستقیم از راه جمع‌آوری نزورات و غیر مستقیم با کمک مؤثر به عقب ماندگی ذهنی جامعه شرایط را برای کسب منفعت مادی خدافروشان مهیا می‌کنند. از سوی دیگر ازدیاد چندین برابری مساجد و حسینیه‌ها نیز به عنوان لانه‌هایی که خدافروشان افراد را در آنها جمع می‌کردند در راستای عقب نگاه داشتن افکار عمومی صورت می‌گیرد. پس از تکثیر تصاعدی قبرها و تکثیر بی سابقه مساجد و حسینیه‌ها، شرایط برای تکثیر تصاعدی خدافروشان نیز مهیا گردیده. فرقه روزخوانان اسلامگرا با دسترسی به منابع هنگفت ثروت ایران، محل‌هایی را جهت پرورش آخوندهای نو برپا می‌کنند. بدین ترتیب همزمان با رشد معابد، کاهنان جدید نیز پرورش می‌یابند تا هرچه بیشتر جامعه را در ناآگاهی نگاه داشته و شرایط برای تغذیه بیکار و کاسبی آنها فراهم شود. امروز بنابر آمار اعلام شده توسط اسلامگرایان حاکم بر ایران، تعداد قبر امامزاده‌ها در کشور با رشد حدوداً 10 برابری نسبت به سال 57 به بیش از 8000 امامزاده رسیده. همچنین با راه اندازی حوزه‌های پرورش طلبه‌های خدافروش، تعداد اندک آنها در سال 57 به حدود 300,000 آخوند در سال 97 رسیده است.